مثال دیگه میخوام براتون بزنم. این در واقع عکسی که به سمت چپ هست مربوط به همون شرکت قلبی که گفتم. یه کار خیلی جالب دارن می‌کنن، اینه که یه دونه دستگاه، یه دیوایس تولید کردن که سایز کارت مثلا پولیه میذاره روی قفسه سینه و میتونه با کیفیت بیمارستانی نوار قلب 12 لید بگیره. اون نوار قلبی که بیمارستان میگیرن برچسب میچسبونن 12 تاست. 12 لید رو بهت میده. اون خوب دقیقه. شبیه هولتره. شبیه هولتر دقیقه. و 12 لید رو بهت میده، ولی این دستگاه میتونه همون رو برات بازسازی بکنه با همون کیفیت. بدون چسپیدا. یعنی یه دونه در واقع 3 تا لید بیشتر نداره خودش. 3 تا لید رو میجر میکنه، 9 تای دیگه رو سنتسایز میکنه. و FDAش هم گرفت چند وقت پیش. یعنی دستگاه FDA اپروف عملا میتونه استفاده بشه حتی تو بیمارستان، حتی تو خونه. حالا هدفش اینه که تو خونه استفاده بشه. خیلی ساده است. حالا درسی که در مورد AIش داشتم، ما یه مدل دیپ لرنینگ ترین کردیم که میتونه یه سری از آریتمیاهای قلبی رو تشخیص بده بهتر از متخصص. ببین این که میگی بهتر از قبلا خیلی این حرفا زیاده که آقا AI از متخصص بهتر کنه، متخصص رو جایگزین خواهد کرد. اینو ولش کن. این یه آزمایش واقعیه که ما اومدیم یه سری نوار قلبی رو که اینا لیبل داشتن دادیم به مدل 95% دقت داشته به تشخیص اون آریتمیاها. یه سری آریتمیا خاص، مثل فیلتر، افیبریلیشن، PVC، PAC، وایت فلورسنس، اینا چیزای قلبیه. بعد اینا رو داریم به 3 تا متخصص هم دادیم، به 3 تا، نه یکی. به 3 تا. اون جاهایی که نظراتشون همخوانی داشت، چک می‌کردیم با لیبل که آیا درست اینا لیبل زدن. 75% داشت. ببین هر کدومشون ممکنه دقتشون 95 بوده، ولی وقتی اگریگیت می‌کنی ستر با هم یا کانسیستنت باشه سه تا نظرشون با هم دیگه، شد 75%. یعنی 20% دقت مورد بالاتر. حالا بدون دکترای ایرانی. من مطمئنم دقت 100% بشه. آره. خب این مزیت اونجاست دیگه. این بی‌سوادی و بی‌سوادی نیست اصلا. هر چی بگم. تجربه کم بعضی وقتا. بعد اون سه تا متخصص کم تجربه هم نبودن. با تجربه بودن. خیلی. حالا اتفاقی که افتاد چی بود؟ فکر کنم یه سری مدل دیپ لرنینگ ترین کردی روی آریتمیاها. یه تیم سخت افزار برداشت بلوتوث رو عوض کرد بدون اینکه با تیم AI صحبت بکنه. بعد بلوتوث چه باگی داشت؟ یه سری چون این با بلوتوث در واقع سیگنال‌ها رو میفرسته به گوشی دیگه. بلوتوث یه مشکلی داشت، یه سری پکت‌ها رو میس می‌کرد. بعد تو اون نوار قلبیه پترن‌ها یه ذره جابجا شد، عوض شد. یهو مدل دیپ لرنینگ 30% پرفورمنسش افت کرد. خب اینجوری ما یه سری داده گرفتیم وارد مدل که اینجوری چون انقدر مثلا فالس پازیتیوش یهو وحشتناک رفت بالا. چرا فلان هی واسه که فکر مشکل مدل فلان کلی وقت گذاشتیم، وقت خودمون رو تلف کردیم. همین تیم بلوتوث این همچین مثلا مشکلی داشت اینا کامیونیکیت نکردن. خب ببین چه جوری میتونه توی شرکت کوچیکی که کلا 20 نفر مثلا فول تایم، من 50 60 نفر مثلا پارت تایم، چه جوری یه ناهماهنگی میتونه ریسورس رو تلف کنه. مثال دیگه که ما براتون بزنم که اون برای طیفه اپل که حالا اون عکس باتری که انداختم اونجا به خاطر ما تو تیم AI در ارگانیزیشن طراحی آنتن بودیم. طراحی آنتن. یه روز ایمیل اومد از تیم باتری که ما می‌خوایم در آیفون 8 اون سال آیفون 8 رو مثلا در آیفون 8 ما می‌خوایم باتری رو اون عدد دقیقش رو یادم نیست ولی تو این رنجا بود. مثلا 0.2 میلیمتر می‌خوایم جابجا کنیم. تیم آنتن اپروو میدی به ما، اپرووال میدن. بعد من این ایمیلی که دیدم گفتم که معلومه دیگه بزن بره دیگه، حالا 2 دیگه چیزی از این ممکنه، ولی به این راحتی نبود. تیم آنتن نزدیک 1 ماه وقت صرف کرد تست کرد صدها هزاران دیوایس رو با پوزیشن جدید باتری که مطمئن بشه پرفورمنس دراپ نمیکنه. ولی هزینه این تست هزینه بره ها، یعنی اینجوری نیست که بگید اصلا تستش کنیم. میذاش توی ما اونجا توی آزمایشگاهی که بودیم، ما یه آزمایشگاهی بودیم بهش گفتن آزمایشگاه که میگم یه سال بزرگ بود، بهش میگفتن بلک لب اپل. حتی خود کارمندای اپل هم اجازه ورود به اونجا نداشتن اگر تو اون تیم نبودی. چرا؟ چون تمام دیوایس های 3 سال آینده‌ای که می‌خواستن لانچ بکنن اونجا بود. همه چی، تمام آیفون ها بود، آیفون حتی 2 سال بعدش بود. نمیدونم
آیپدها، مک‌ها، ایرپادها، هر چی که فکر کنید دیگه اونجا وجود داشت. بنابراین خیلی لب حساسی. تو این لب ما کلی چمبر بهش میگن. چمبر یه سری مثلا یه دستگاه خیلی بزرگیه از اتاق که تلفن رو میذاشتن اون وسط، درش رو میبستن، اون تشعشعاتش رو همزیری میکردن که مطمئنشن. خیلی تست پرهزینه و زمانبری بود. بعضی وقتا یادم میاد چند ساعت طول میکشید برای مثلا هر کسی. خلاصه سرشون در نمیاد. بعد از یه ماه اینا جواب اون ایمیل رو دادن اپروود. بعد از یک ماه تست. و میخوام بگم که شرکت با این عظمت ارتباط بین تیمی رو نگاه که چجوری تیم‌ها با هم هماهنگن و بدون اینکه اطلاع بدن به تیم دیگه یا اپرووال بگیرن تغییر رو اعمال نمی‌کنن توی محصول. مثال بعدی در مورد یه همون بحث پیچیدگی مسائل ای آی که گفتیم. خب تو بایوسیتک براتون مثالش رو زدم. اینجا میخوام براتون یه مثال خلافش رو بزنم. در اپل یه پروگرامی داره به اسم بهش میگن آیدیا، همون هکاثونه. یه سری تیم ثبت نام میکنن، مثلا اینجا هم هست دیگه، اسنپ ما داشتیم چند پیش. تیم ثبت نام میکنن، یه سری ایده میدن، خیلی چیز جذابیه. اگر شما شرکتی دستتونه یا جایی کار میکنید حتما اینو سعی کنید پروموت بکنید. خیلی به نظرم فرهنگ قشنگیه. بعد قشنگ مراسم داشتن هم مایکروسافت اینجوری بود، هم اپل هم همین بود. خلاصه مثلا 140 تا تیم ثبت نام کردن برای این مسابقه که ما یه تیم دادیم اونجا 4 نفر بودیم 4 نفر. و بعد ایده ها رو سابمیت می‌کنیم، اینا رو بررسی می‌کنن ایده ها رو، بعد 6 تا رو انتخاب می‌کردن. بعد اون 6 تا ایده یه ماه وقت داشتن که دمو کنن کارشون رو و بعد از اون یه ماه باید به 6 تا از وی پی آی اپل ارائه میدادن. ما ایده‌ای که برنده میشد میرفت تو محصول. خب ایده که ما رفتیم تا 6 تا تیم رفتیم. ایده‌مون چی بود؟ ما یه مدل روی اپل واچ ترین کردیم، یه مدل عملی کلاسیفیکیشن مدل که از سنسورهای حرکتی داخل اپل واچ استفاده می‌کرد، مثل جایروسکوپ و شتاب سنج، برای اینکه جسچرهای کاربر رو دیتکت کنه با دقت بالا. بعد رو چیا ترینش کرده بودیم؟ مثلا رو حروف الفبای انگلیسی A B، یعنی من دیگه به جای اینکه رو صفحه بخوام بنویسم اینا رو، چون کوچیک صفحه دیگه دستام می‌آوردم هوا اینجوری می‌نوشتم حروفو. بعد روی چیز کردم، حتی روی مثلا روی چیزا انجام دادیم، روی زبان اشاره بعضی از حرکاتش رو دیگه زبان اشاره هم ساین لنگویج رو اونم مثلا ترین کردیم و خلاص خیلی ایده جذابی و قبول نکردم. چند هزار خط کد و شنیده بودم اینو قبول نکردم. معلومه دیگه، برای همین دارم تعریف می‌کنم. بعد که چیز کردیم روز پرزنتیشن، یکی از اون وی پی آر اولین سوالش این بود، اصلا کاری به جزئیات نداشتن. گفت دقت شاله. گفت 92% با افتخار 92% دقت برای همچین مدلی با کاربرای مختلف خیلیه. و مدلی که اتفاقاً دیولپ کرده بودیم روی ساعت پیپر پی اچ دی خودم بود که 300-400 بارم سایت شد مقاله‌اش. این مقاله مهمی بود. جوابش چی بود 90%؟ افتضاحه. این سولوشن. پروژه رو اصلا بنزین دور. مثلا یه همچین واکنشی تقریبا می‌گرفتیم. چرا ما به 92% نگاه می‌کردیم، اون به اون 8% نگاه می‌کردیم. گفت یعنی چی؟ یعنی تو می‌خوای 8% کاربرای من تجربه منفی داشته باشن؟ ببخشید اشتباهی کردیم، مثلا پروژه رو خلاصه پروژه که برنده شد خاله فنی بودی شما. بله ویدیوهای تک بودن. بله. احتمالاً قبلا فنی بودن ولی خب لول وی پی یعنی مثلا یه لایه پایین‌تر از تیم کوکینگ. الان آدمای خب اجرایی بودن، خیلی لولشون بالا بود. خب چند تا درس ما از این گرفتیم. یکی اینکه چی یوزرز اکسپریانس حرف اول و آخر میزنه تو صنعت. تو دانشگاه چی مهم بود؟ مقاله و سایتیشن و اچ ایندکس و اینا بیارم. یارو گفت جمعش کن کلا. ایده که برنده شد رو میگم. دلم می‌خواست که یه در واقع یه پروژه‌ای از اون سر تیف براتون بگم دیگه. یه پیچیده‌اش رو صحبت کردیم با هم، مثلا ایمیج رجیستریشن که 5 سال طول کشید. تیمی که برنده شد اصلا خنده‌دار بود. یعنی اون جلسه‌ای که ما رفتیم ارائه همه تیم‌ها رو دیدیم، اصلا خنده‌مون گرفت.
10 خط کدم بیشتر نبود کارشون. اومده بودن یه کاغذ بریده بودن شکل آیفون، گذاشته بودن رو صفحه آیفون، یک کدم نوشته بودن که گوشی بره تو حالت هایبرنیت مود که باتریش تموم نشه تو 2-3 هفته. به محض اینکه یوزر اینو برمی‌داره صفحه روشن میشه. بنابراین آیفون جدید که ساخته میشه، بسته‌بندی میشه، وقتی به دست یوزر جدید میرسه، جعبه رو باز میکنه، صفحه رو برمی‌داره، روشن میشه. بدون اینکه دکمه روشن بشه. همین دفعه برنده شد. بنابراین خلاقیت و یوزرز اکسپریانس و اینکه پیچیدگی پروژه توی ای آی ملاک نیست. اصلا ملاک نیست. ببینید که مثال براتون زدم از 2 تا تیپ مختلف و اون یه در واقع دمویی بود که انجام دادم خودم. مثال آخر هم از مایکروسافت داره، چون یکی از دوستان اتفاقا سوال کردم در مورد شرکت مایکروسافت. یه پروژه اینو میگم و دیگه علاوه‌ام تمامه. این هم دوره تجربه دیگه بود. ما خط تولید مایکروسافت و اپل لیست جالبی که در موردشون بود این بود که برعکس اون چیزی که آدم فکر می‌کنه که الان ربات‌ها اونجا در حال مثلا بالانس زدن و اینا الان دارن همین کارو رو انجام میدن، اصلا اینجوری نبود. همه چی دستی بود. خط تولید آیفون و مایکروسافت هر دوش توی چینه. یادم اون زمان که بود همش تو چین بود. کارخونه فاکسکان تو شنجن جنوب در واقع چین که میشه شمال هنگ کنگ، مرز هنگ کنگ. کارخونه اونجا بود. ما خط تولید رفتیم چند باری برای همین پروژه. مثلا اولین باری که من رفتم خیلی جالب بود. منیجرم بهم گفت که مثلا این یکی از تفاوت‌های خوب شکل بزرگ و شکل کوچیکه. شکل بزرگ منابع زیاد داره، نامحدود داره. به من گفت که مثلا یه سفر برو خط تولید باید چیکار کنم؟ هیچ فقط نگاه کن مثلا شاید ایده گرفتی. همین. یه عالمه خرجم شد. می‌دونی که مثلا سفر اینجوری هم بیزینس میگیرن دیگه. و یه دفعه مثلا من یادم بلیط گرفتم یه کنفرانس مثلا برم دبی، بعدش به هنگ کنگ، بعد از اونجا مثلا برگردم سان فرانسیسکو و بلیط هم شد مثلا $11,000. خب بعد من به خود اپل ترافل که برای همه چی رو رزرو می‌کنه بهش گفتم مثلا حالا عادی بگیر، بیزینس نگیر، خیلی گرونه، دلم نمیاد. اون نه اصلا نمیشه، اصلا باید بیزینس بگی، خسته نشی، فشار نیاد، بدونم بازدهی نیاد. خلاصه خیلی جالبه که این همه هزینه میکنن این شرکت‌ها ولی بازم براشون میسازه که تو چین تولید بکنن. از بس هزینه کارگر پایینه. این کارگرای بیچاره که می‌دیدی، کارگر من یه سری دانش آموز بودن تو خط تولید نشسته بودن 500 نفر تو یه خط. اینا وقتی مثلا میخوان آیفون جدید رو لانچ بکنن این 2-3 ماه اول که درخواست خیلی زیاده، مثلا 12 تا خط تولید با هم همزمان کار میکنن. تو یه خط تولید 500 نفر نشسته بودن از اون سر تا این سر. اینجوری یه دونه تصویر نقاله جلوشون بود، یه دونه بعد اینجوری مثلا آیفون میومد اینجوری برمی‌داشت مثلا یه دونه پیچو می‌بست. میزش دوباره رو تصویر نقاله میرفت نفر بعدی. در این حد دستی. بعد خط تولید مایکروسافت یه چیز خیلی جالبی که داشت، جالب که البته نبود، بیشتر ناراحت کننده بود. یه دونه فکر کن یه خط تولیدی که حالا همه چی مثلا لپتاپ داره ساخته میشه، میرسه مرحله آخر که دیگه لپتاپ آماده است برای بسته‌بندی. اینا چون پروسه اسمبلی دستی بود، مثلا فکر کن صفحه نمایشون اینجوری با 60 اینجوری جا می‌زدن، بعضی وقت جای 60 این صفحه میموند. و یه سری مشکلات دیگه هم رو صفحه نمایش بود. 12 نوع دیفکت وجود داشت که روی صفحه نمایش باید تشخیص داده بشه. اینا اومده بودن تو این خط تولید، آخر خط تولید یه دونه چادر زده بودن سیاه، توش 7 نفر وایساده بودن همینجوری تاریکی مطلق. لپتاپ میومد تو اینجوری روشن می‌کردن، صفحه رو اینجوری نگاه می‌کردن، ببینن مثلا پیکسل سوخته، خط نمیدونم مثلا سوخته، شکستگی، لایت لیکیج، اون سفیدی بغل صفحه رو که دیدین تو چراغ رو خاموش می‌کنین، صفحه‌تون اگه سیاه باشه دیدین درش سفیده، اون سفیدی اگه از یه حدی بیشتر باشه بهش میگن لایت لیکیج که میتونه بدتر شه در طول زمان، بنابراین دیفکته. و مثلا اینا که بغل صفحه فشار میدادن خیلی وقتا سفید میشد، سفیدش نمیرفت. خلاصه سرتون در میاد. 12 تا دیفکت بود، اینا همینجوری وایساده بودن اینجوری نگاه می‌کردن مثلا چند دقیقه اینا رو، بعد 810 ساعت بدون وقفه، یعنی چشا بیچاره‌ها اصلا دیگه عکاسه در نمیاد. و اینکه از یه مدتی بعداً که می‌گذشت چشماشون عادت می‌کرد به یه سری از این دیفکت‌ها و نمی‌دیدن. حالا کاری که کردیم بود که اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم تو خط تولید یه دونه دوربین شناسایی کردیم، یعنی یه دوربینی که وجود داشت تو یه دونه از این استیشنایی که
تست میشد، یعنی یه استیشن مثلا خیلی بزرگ هم نبود، لپتاپ میرفت توش، درش بسته میشد، توش تاریک بود و یه دوربینی داشت. ما همون دوربین رو استفاده کردیم که عکس بگیره از صفحه نمایش و با استفاده از مدل‌های در واقع دیپ لرنینگ و کامپیوتر ویژن اون 12 نوع دیفکت رو تشخیص داد. حالا من دیگه کوتاه کنم می‌کنم مثلا براتون که خودتون نگرفته. پروژه به جایی رسید که آماده بود، آماده کامل بود، یعنی آماده برای دیپلوی کردن تو خط تولید. این که میگم آماده یعنی تمام تست انجام شده و ترینینگ‌ها مفصل چند ماه، 6 ماه یه تیم روش کار. بعد خب رسید به می‌خواستیم بریم تو خط تولید دیگه. کی بعد اجازه میداد؟ تیم آپریشن. چون تیم آپریشن مسئول خط تولیده. ما بهشون گفتیم که این سولوشن، این هم دیتاها بریم تو کارش. گفتن اصلا امکان نداره موضوع این دیپلوی کنیم تو خط تولید. این چرا؟ چون ریسکش خیلی بالاست. پروژه شکست. و پروژه‌ای که این همه ریسورس مصرف شده بود برای این چیز. خب چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم که باشه ما دیپلوی نمی‌کنیم، میایم به صورت موازی تو مود دیتا کالکشن پروژه رو ران می‌کنیم. این یه کار خیلی مرسومه تو صنعت، این خیلی پیشنهاد میشه که تو بیای موازی اون اپراتورها عکس‌ها رو جمع بکنی، مدل ران بشن، ریزالت‌ها لاگ بشن، ولی بر اساس ریزالت‌های ای آی شما پس و فیلی اتفاق نیفته. همین. شروع کردیم یه چند هفته یا مثلا یه مثلا یه ماه شروع کردیم دیتا کردن. یه سری از مشتری‌ها لپتاپ‌هاشون رو برگردوندن به دلیل مشکل صفحه نمایش. بعد به ما گفتن که برید تو دیتاهاتون نگاه کنید ببینید مدلتون دیتکت کرده بود این مشکلی نه. فکر کنم دارم عکسش. این عکس واقعیشه. همون مورد است. که ما دیدیم بله مدل دقیقاً خروجی مدل ما بود. که مدل تشخیص داده بود مثلا یه لبه این اولا عکس مایکروسافت دواره. کسی یادش هست که تاشوها موبایل داده بود بیرون مایکروسافت 2-3 سال پیش برام جمعش کردم. مایکروسافت دو این عکس اونه. بعد می‌بینید مثلا خیلی پیدا نیست اون پایینش اما خیلی ریزه شما که قطعا نمی‌بینید. ولی اون پایینش یه مثلا تاریکی داشت لبه اج صفحه نمایش مدل تشخیص داده بود. ریزالت که با آپریشن نشون دادیم فقط این نبود که یه سری همینجوری مثال داشتیم جمع می‌کردیم داکیومنت کردیم آپریشن که اینا دید 2 روز یه بار ایمیل می‌زدن که چی شد ما می‌خوایم تو خط تولید ببینیم آی بودو فلان شد انقدر یعنی فشار آوردن که اصلا نمی‌رسیدیم ما مثلا یه روز که نمی‌تونیم کارو بکنیم دیپلوی کردن داستان داشت با مثلا تیمی که تو خط کار می‌کرد بعد میتینگ می‌کردیم می‌فهمیدیم که اصلا چه جوریه فلان مدل ما چجوری ران می‌کنه بعد ران تایم بود هزار تا چیز داره دیپلویمنت بعد و نهایتاً رفت تو خط تولید و کلاً اون پروسه چادر رو نمیدونم تاریک و فلان و بیسار و از این حرفا کلاً جمع شد و الان 2-3 سال حداقل فکر کنم 2-3 ساله که کلاً اون مدل‌ها دارن در واقع این تشخیص رو میدن و جالبه که بدونین که اولا خب زمان اینسپکشن خب خیلی کم شد چون در 1 ثانیه عکسو مینداخت و مدل 1 ثانیه اینفرنس تایمش مثلا 1 ثانیه بود سریع میکشید دورش این مشکلات یا اینکه پس مثلا مشکل خاصی نیست به اضافه اینکه 50% دیفکت هایی که قبلا تشخیص داده نمیشدن اپراتور نمیدید میرفت اصلا مشتری توسط مدل تشخیص منظورم چیه اینکه ایمپکت بیزینسی این پروژه خب خیلی بالا بود از جهات مختلف ران تایم بود کاست بود کیفیت کاست هم بود یعنی تعداد در واقع افرادی که خب تو این خط تولید وایسادن ببین بیکار نشدن و من خودم کلی اون موقع با خودم که انجام میرفتم که وای من دارم این آدمو بیکار میکنم 7 نفر تو هر خط تولید 10 تا خط تولید 70 نفر بیکار کردم چه فرمی میره اینجوری هم کسی بیکار نمیشه این تکنولوژی که وقتی تکنولوژی جدید وارد میشه قرار نیست کسی رو جایگزین بکنه آدم‌ها خودشون رو اداپت میکنن به اون تکنولوژی جدید همون آدم‌ها رفتن مثلا یه جایی خب نیاز به کار بیشتر داشتن تو خط تولید رفتن اونجا مشغول شدن اما این پروسه رو تونست مدل ای آی اپتیمایز کنه ببین اینا مثالای واقعی تو صنعت اینا رو تو دانشگاه ما مفاهیمش رو ممکن بود ببینیم ما دیپ لرنینگ کامپیوتر ویژن ولی مثلا اینکه همچین صورت مسئله وجود داره رو تا وقتی که پاتون نظری تو صنعت از نزدیک نمی‌بینید حالا چند تا من آخرش فقط می‌خوام یه در واقع کسی نتیجه‌گیری کنم دیگه اگه بشه حالا یه ذره صحبت‌های تعاملی و استفاده داشته باشیم چون من با اجازهتون
قبل از 8 باید برم برای اجازه بگیرم. و یکی که گفتیم که کلا آکادمیا، صنعت و حالا حتی بوتکمپ اینا سه تا دنیای واقعا متفاوتن، خیلی فرق دارن. تفاوتش رو یه سری شما با هم دیگه صحبت کردیم. ببین که این ذهنیت من داشته باشم که این تفاوت این خودش ارزشمنده. این توقع من داشته باشم من وارد صنعت میشم چه دانشگاه نیست. اینجا چیزای دیگه مهمه. و دومیش اگر توی POC یعنی همون دمو proof of concept یکی از بهترین روش‌ها برای اینکه بتونی منیجر تو، رئیس تو، گروه تو، شرکت تو، خودتو هر کیو قانع کنی که AI اینجا جواب میده دمو. یه مثلا چند تا عکس رو بردار، یه چند تا مثلا ساب سامپل یه دیتا ست رو بردار. خب یه اپلیکیشن دمو کن، خیلی ساده. همون در واقع پروژه مایکروسافت که بهتون گفتم، ما یه ورژن دیگه شو که از اونم پیچیده‌تر بود اتفاقا. یه کار دیگه که کردیم بود که این در واقع PCA بورد لپتاپ که مثلا توش 300 تا کامپوننت داشت وقتی اسمبل میشد و عکس مینداختیم، مثلا اگه یه پیچ جا افتاده بود تشخیص میداد. ما اینو یه هفته‌ای دموش آوردیم بالا. یه هفته. و دمو نشون دادیم همه به و چش. اما این یه هفته POC بود. دیپلویمنتش فکر می‌کنم 1 سال طول کشید. خب پس اینکه من یه چیزی دمو کنم POC آقا این ناخواه کار می‌کنه. من یه هفته‌ای انجام دادم. پس یه ماهی رو تغییر دیدم. یه ذهنیت کاملا غلط دانشگاهی. خب باز میگم اینکه آدم این نکته رو بدونه باعث نمیشه که مثلا بتونه اون چالش‌ها رو الان برطرف کنه. یعنی همین که این ذهنیت رو من داشتم، چون بالاخره تو وقتی وارد صنعت میشی پروژه می‌کنی انجام میدی تایملاین باید بدی. الکی نیست من بگم من پروژه کار کنم الان ممکنه 6 ماه دیگه تحویل بدم، یه ماه دیگه یه سال دیگه. نمیشه تخمین بدی. من می‌خوام مثلا تا این کی میتونم تحویل بدم. خب اگه ذهنیت دانشگاهی داشته باشی میگی من یه هفته‌ای دمو رو آوردم بالا، 3 هفته‌ای هم تحویل میدم دیگه. مشکلش. حالا اون بحث ارتباطات بین تیمی اینا شاید یه ذره سافت اسکیل ستا باشه که حالا دانشگاهی که میگین دانشگاهی اونجا رو میگین فرق نمی‌کنه. منظورم تئوری دانشگاه است. چون به نظر از این جهت با هم خیلی فرق واقعا تفاوتی نیست. تو حوزه مخصوصا AI ببین دانشگاه تفاوت دارن از یه جهاتی که اگه بخوایم می‌تونیم واردش بشیم جزئیاتش رو. اما از نظر محتوا مطالبی که اینجا تدریس میشه اینجا درس میشه واقعا فرق نیست. اینجا آپ تو دیت اینجا تمام همون مفاهیم الگوریتم و مدل‌های خیلی بروز رو بچه‌ها میخونن، تدریس میکنن، درس میدن، یاد میگیرن. تفاوت‌های دیگه داره دانشگاه که حالا میتونم بهش اشاره کنم بعداً، ولی از این نظر فرق نمیکنه. بحث کراس فانکشنال درگیر شدن این چی؟ یعنی من یه پروژه رو وقتی تعریف میکنم همین مثلا مایکروسافت یادتون بیاد خب من چرا تیم اپریشن از اول درگیر نکردم که با این پروسه آشنا بشه، با ریسکش آشنا بشه، فیدبک بده. پروژه رو آماده کردی بعد میره تازه به یارونش میگی که من واقعا فتوش معلومه که نه استدلالش هم درست بوده. مثلا اینا که ما ناراحت شیم میگفت که تو مدل تو روی 12 دیفکت اومدی ترین کردی، اومدیم ما یه دیفکت 13 وجود داشت که تو این لپتاپ ممکنه یهو نمایان بشه. مدل نمیفهمه که این دیفکته، در حالی که اپراتور میفهمه. اپراتور یعنی همون فردی که وایساده تو چادره. راست میگم، درست میگم، واقعا حرف منطقی. بنابراین ما باید بگیم همه تیم‌هایی که قرار درگیر بشن تو این پروژه در هر مرحله‌ای فرق نمی‌کنه. اینا رو از اول یه دوران چون مثلا چیکار می‌تونیم بکنیم؟ الان اسنپ ما این کارو می‌کنیم. اولا تنش‌ها رو یه ذره کم می‌کنه. تنش بین تنش همیشه هست. ببین فرق نمی‌کنه چه ایران چون اپل تنش وحشتناک وجود داشت بین تیم‌ها. وحشتناک. اینکه بهتون میگم وحشتناک مثال براتون میتونم بزنم در حدی که اصلا باورتون نشه اونجا اپل بوده. درگیری فیزیکی هم ممکنه یا به اینجا دیگه نمیرسید؟ نه فیزیکی نمیرسید ولی مثلا مثلا یکی از تنشایی که حالا نظرم جالب بود تو اپل این بود که قبل از اینکه ایرپاد بیاد توی بازار اپل ورژن خب اینا از یه سال چند سال قبل داشتن کار می‌کردن دیگه ولی حالا بعد 6 7 ماه قبل از اینکه لانچ بشه ما در جریان بودیم. مشکلی که به وجود اومده بود چون اولین بار بود که در واقع دو تا هدفونه که باید با هم سینک بشن چون سیم ندارن. ورژن قبلی همه مثلا به سیم چیزا سینک شدن این دو تا با هم مسئله بود. مثلا یه پکت
گپ میافتاد، مثلا داری به مثلا موزیک گوش میدی، بعد یهو مثلا فاصله میافتاد بین اینا، یعنی این گوش مثلا داشت 2 ثانیه جلوتر داشت پخش می‌کرد ولی این گپه زیاد شد. خلاصه ببین اینا هر کاری کردن نمیتونستن حل کنن. بعد حالا میگم حالا اینا شاید همه شانس بود چی بود، ولی اون جایی که من میشستم روبروم در واقع آفیس مدیرم بود، بغلش دیرکتورم بود، یعنی یه لول بالاتر و این ورتر هم 3 لول بالاتر که دیگه میشد هم زیر در واقع تقریبا زیر تیم کوک. و اینا برده بودن رفته بودن تو آفیس همون بنده خدا، اون وی پیه، اون وی پیه قبلا نظامی بوده، برزیلی بود، قبلا نظامی بود. و این از هر مثلا 200 کلمه‌ای که حرف می‌زد یه فوش هم در می‌آوردش. و اون تیمی که در واقع مسئول این کار بود، این تکنولوژی بود، رفته بودن ارائه دادن و این مشکل حل نمی‌شد. بهشون گفت که حالا بعد از کلی فوش اینا 2 هفته وقت داریم مشکل حل کنیم. بگن همتون بخشید. کل تیم. میخوام بگم این تنش در این لول و اونا حل کردن مشکل بودن. مشکل حل و باعث شد که بتونن لانچ کنن دیگه اینا ارپاد نمی‌کنن که اصلا. خب بعضی وقتا ممکنه این فشار میاد بوده ولی میخوام بگم تنش‌های و فشارهای اینجوری وجود داره. اما اون چیزی که حالا قابل پیشگیری توسط ما این بحث تنش بین تیمیه که مثلا من بیام یه کاری رو انجام بدم به صورت ایزوله بدون اینکه تیم‌های مرتبط درگیر بدونن. تو وقتی بیای همه تیم‌ها رو درگیر بکنی از اول اونها احساس می‌کنن که جزئی از پروژه. بعدن فیدبک خوب بهت میدن. اما همین کاری کردیم از پروژه بعدی. اصلا این چالش حل شد. اون چیزی گفتم پیش اومد جزء در واقع حالا بی تجربگی ما بود. دیگه کاری که می‌کنیم الان اینه که میان تیمایی که مختلف حالا قرار باشون ارتباط داشته باشیم شناسایی می‌کنیم. مثلا میام یه سینک مثلا 3 هفته یه بار می‌ذاریم. یا مثلا تیم 1 2 3 4 5 6 همتون بیان ما در مورد پروژه توضیح میدیم، پیشرفتش چقدر بوده، چالشاش چی بوده، خب نظری داریم نداریم. اینکه اینا رو درگیر بکنیم تو پروسه چیز خب خیلی چالشو کم می‌کنه، بعدم احساس می‌کنن که جزئی از پروژه. نکته بعدی که بهش اشاره کردیم بحث یوزرز اکسپریانس دیگه، یعنی تجربه کاربر چقدر میتونه تو صنعت مهمه و هدفه، واقعا هدفه. در حالی که تو دانشگاه خب کی داره برام چیزی فکر کرده؟ میگم من چندین مثال دیگه براتون دارم. تو پروژه سربازی خودم به نظر من یه مثال خیلی جالبی که حالا نمی‌بودم مثالشون اینا رو، ولی من پروژه بود که کار دکترام بود، می‌خواستم زبان فارسی انجام بدم. بعد اومدم محصولش کنم ببینم چه در مورد اصلا یه سری سیم آویزون مثلا از تو دهن و فلان و اینا یه همچین محصولی میشد. کلا تغییر جهت دادم. ببین ساده باید فکر کرد، یعنی همیشه باید سعی کنیم که ساده ترین راه حل ها و حتی ساده ترین پروژه رو انتخاب کنیم تو صنعت. اما پروژه‌ای که ایمپکت بیزنسی بالا داره. خیلی از در واقع لو هنگینگ فروت بهش میگن. یعنی خیلی از مثلا کاربردهایی که در دسترسن و چرا اینا رو ول کنیم بریم سراغ مثلا که من یه LLM ترین کنم تو این شرکت. اوکی چی؟ ببین بیزینس ایمپکت چی از همین بالاتره و این مربوط به نکته بعدی میشه. باید بیزینس رو فیت بکنیم به AI، نه AI رو به بیزینس. یکی از مشکلات بسیار بسیار بزرگ ذهنیت دانشگاهی که من از دانشگاه میام بیرون توی حوزه دکترا گرفتم دیگه، تز مقاله نوشتم، تز یه حوزه است دیگه، مثلا کامپیوتر ویژن. میرم توی شرکتی دنبال اپلیکیشن کامپیوتر ویژنم. این غلط. دنبال مسئله بیزینسی باشه که برای این بیزنس حیاتی باشه. بعد برو دنبال سولوشن ای. اصلا ممکنه سولوشن ای نخواد. اصلا ممکنه ای نتونه حلش بکنه. اینا گامای بعدیه. بنابراین یه کاری که ما می‌کردیم که به نظرم کار جالبی بود و باید انجام داد تو صنعت، می‌رفتیم جلسه می‌ذاشتیم با یه سری دیرکتورهایی که اصلا تکنیکال نبودن. خب اصلا یارو فرق ای آی و ام ال و اینا اصلا نمی‌دونست اصلا. آقا گوشش کن. بهشون گفتیم ببین ای آی بذار کنار. بیزینس تو مشکلاتش چیه؟ به ترتیب اهمیت نام بده. از بالا به پایین. بعد می‌رفتیم اینا رو جدا بررسی می‌کردیم که حالا آیا ای آی می‌تونه حل بکنه، نمی‌تونه، اگر می‌تونه نیازمندیاش چیه؟ چه داده‌ای می‌خواد، چه مدلی می‌خواد، چند نفر آدم نیاز دارم، چند تا تخصص این ارزیابی می‌کردیم، بعد حالا پروژه رو استارت. و بحث یکی نگاه آخر اینه که خلاقیت مهمترین مهارت در حوزه ای آی و دیتا ساینس. برعکس اون چیزی که آدم‌ها ممکن فکر کنن که کدینگ
یا مثلا حل مسئله است که مهمه. پرابلم سالوینگ قطعا خیلی مهمتر از کدینگه. ولی خب الان چت جی پی تی و این تکنولوژی خیلی از این کارا رو برای ما انجام میده. اما این اینویشن ها هنوز هیچ چیزی رو نگرفته. مخصوصا تو مسائل کاستماایز. مثالش براتون زدم دیگه، مسئله براتون ارائه دادم که چت جی پی تی حل نکرد و حل نخواهد کرد در آینده. چرا؟ چون هیچ وقت این نوع ایمیج ها رو ندیده و نخواهد دید تو ترین ستش. و نکته آخر، ببین اگر این حوزه بسیار بسیار جذابیه. چرا؟ یکی که خب خواهان برای زیاده، تو صنعت نیاز برای زیاده. یکی اینکه این در واقع مالتی دیسیپلینریه، بین رشته‌ایه. تو میتونی تو حوزه‌های مختلف اپلایش کنی، حوزه سلامت، کشاورزی، نمیدونم روانشناسی. الان ما یه پروژه داریم ران می‌کنیم که امیدوارم اگر دفعه بعد هم دیگه دیدیم نتایج اون رو براتون ارائه بدم که به نظرم واقعا کار جذابیه. تشخیص نارساخوانی تو دانش آموزان دوم و سوم دبستان با استفاده از دیپ لرنینگ در 5 دقیقه. الان داریم جزء استارتاپاتونه. استارتاپ نیستیم، این تز دکترای خانم. اون بخش دیپ لرنینگ رو من دارم انجام میدم و با مرتبط با اون پروژه‌ای که من داشتم تو سربازی انجام میدم. اون رو وصلش کردم. نارساخوانی دیسلکسیا چی هست؟ نارساخوانی خیلی چیز جالبیه. میگم ماها که فنی و اینا اصلا با این موضوع آشنا نیستیم دیگه. مثلا من اولین بار از خانم شنیدم که مثلا نارساخوانی چی هست؟ میگن چه تنبلی کرده نخونده بلدیست بخونه دیگه. همین نه. 10% دانش آموزای ایران اختلال نارساخوانی دارن. این مشکل ژنتیکیه. این هر چقدر بخونه، هر چقدر نمیتونه درست بخونه، نمیتونه تمرکز داشته باشه روی متن. ADHD ببین اینا کورلیشن دارن ها، اوتیسم و نمیدونم ADHD و نارساخوانی، ولی این یه اختلال جداست. یعنی یکی میتونه این اختلال داشته باشه، هیچ اختلال دیگه هم داشته باشه. خب بعد الان یه دقیقه بعد مشکلی که در واقع هست که اینا رو کسی تشخیص نمیده. نه حتی معلمام نمیفهمن که این فکر تنبلی میکنن درس میکنن. در حالی که مشکل داره واقعا. ولی میدونی که خودش نشون میده پنجم دبستان وقتی هیچ کدوم از کتاباشو نمیتونه بخونه، ریاضی مشکل داره، تاریخ مشکل داره، جغرافی مشکل داره، اجتماع مشکل داره، عملش میذاره یا خیلی ضعیف عمل میکنه تا آخر و هیچ کی نمیفهمه. برام بزرگترین مشکل ما اینه. حالا روش تشخیصش چیه الان؟ 100 صفحه آزمونه. اولا باید بری پیش متخصص روانشناسی 100 صفحه آزمون. فکر کنید بچه‌ای که اختلال داره رو بشونید اونجا 100 صفحه ازش آزمون بگیرید 3 ساعت بدونید که بلند شده بشه. خب مثلا چه آزمونیه اولا در دسترس همگان نیست. دوم اینکه متخصص میخواد. سوم اینکه آدم‌ها آگاهی ندارن. ما یه آزمونی طراحی کردیم خیلی ساده است. یه لینک URL میفرستی طرف باز می‌کنه یه متن یه پاراگرافی رو بهش نشون میده. خودش اتوماتیک دوربین رو روشن می‌کنه. طرف متن می‌خونه. بعد دوربین تمام اکسپرشن‌های صورت کپچر می‌کنه، حرکت مردم‌های چشم، میزان باز و بسته شدن لب‌ها، اینا همه فیچرهایی که مرتبط با نارساخوانی. میزان حرکت کله، میزان نزدیک شدن به صفحه، اینا تمام فیچرهایی که تو به یه مدل میدی و مدل میتونه با دقت خیلی بالا به تو بگه این آیا دیسلکسیاست، مشکل در خواندنه یا نیست. و اینکه بتونی یه ابزاری رو خب انقدر ساده مثلا در اختیار هم فقط با AI قابل انجامه. مثلا من یکی از مشکلاتی که توی حوزه روانشناسی و روانشناختی دارم اینه که چرا داده‌هاشون رو با پرسشنامه جمع می‌کنن. تو وقتی پرسشنامه جمع می‌کنی اولا دیتا واقعی نیست. مشکل اول. مشکل دومی که اسکیلبل نیست. چند تا پرسشنامه می‌خوای پخش کنی؟ 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا فوقش. ولی با یه ابزار مثلا آنلاین ساده میتونی هزاران نفر رو مانیتور کنی. و نکته آخرم رو بگم و بعدش در خدمت شما نه سوالم اوکی شد. جواب اینه که این نکته رو بگم و بعدش در خدمتم. اینه که خب این حوزه بگم خیلی در ظاهر از اینجا وارد دیسلکسیا شدم و خواهان زیاد داره. اما اینکه شما همیشه بخواید تو این مارکت وانفسا دیمندینگ بمونی، کار رو از دست ندی، بتونی کار خوب بگی، کار بهتر بگی، کار سخته. رقابت خیلی سخته.
بنابراین ما باید خودمون رو با ترندها آپ تو دیت بگردیم. چون یکی از بهترین روش‌ها همین باشه که مثلا من برم اتفاقایی که داره میفته تو این حوزه رو بررسی کنم، بخونم، از چه ابزاری دارن استفاده می‌کنن. مثلا مقاله‌ها رو بررسی کنی، اخیرترین مقاله‌ها، یعنی همیشه باید پویا بود. نمیتونی یه دانشی رو الان توی بوتکمپ یا دانشگاه کسب بکنی و بگی که دیگه تموم شد. من جابو گرفتم و دیگه رفتیم تو بازنشستگی. اصلا هیچ امکان نداره. یعنی واقعا میگم چند ماه هم نمیتونی دوام بیاری اگر نخوای فالو کنی ترندهای این حوزه رو. باید فالو کرد و میگم شاید نهایتاً بهترین راه برای ورود به این حوزه و برای اینکه تجربه کسب کنی میگن هندزان. یه اصطلاحی هست که خیلی میگن همه، مثلا get your hands dirty on code. دستتو آلوده کن به کد. کد منظور سینتکس نیست، حل مسئله است. همین پروژه‌ای که مثلا مثالش رو براتون زدم. من نمیگم بریم این پروژه رو انجام بدیم. بریم حداقل مثلا یه گوشه کارو بگیریم. بریم توی تیمی که مثلا داره کار ای آی انجام میده، کار دیتا ساینس داره انجام میده تا بتونیم در واقع با این واقعیت آشنا بشیم.